سلام. البته خبر دارید که مقامات تاجیکستان شرکت‌های روسی را برای فروختن بلیط گران متهم کرده پرواز چندی از آنها را باز داشتند. این وضع باعث به تجمع صدها مسافری ناراضی در فرودگاه شهر دوشنبه شد. مسافران بندمانده سبب تأخیر پروازها را پرسیدند. رئیس آژانس اویاسیون شهروندی تاجیکستان اکرام سبحانزاده روز 26 می گفت هدف با این وسیله پایین آوردن قیمت بلیط سفر به روسیه است. فقط و فقط شرکت‌ها باید طلبات را رعایت کنند، نرخ پس فوران. مقصد یگانه است. کاربر در فیسبوک خطاب به اکرام سبحانزاده گفته است حالا موضوع نرخ بلیط نیست، بلکه هفته‌ها گرسنه و تشنه در نزد فرودگاه ماندن مسافران صاحب بلیط است. وی نوشته است مردم در کوچه خوابند، شما نه فکر ارزان کردن چیپته را میکنید. گپ را به دیگر سوی نبرید. این را چند ماه پیش باید حل میکردید. ده ها خواننده دیگر در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام نوشتند که اگر هدف ارزان کردن نرخ بلیط هواپیما است، چرا تاجیکستان جلوی شرکت های خودی را نمیگیرد تا به دیگران نمونه شود؟ از تاجیکستان تنها شرکت سامانیر حق بردن و آوردن مسافران را دارد. این شرکت 19 سال پیش تشکیل شده و در سندهای رسمی مؤسسش CDH Investment Corporation و یکی از شریکان کارخانه آلومینیوم تاجیک ذکر شده است. خواننده‌ای که خود را عزیز مینامد در سامانه رادیوی آزادی نوشته است جناب سبحانزاده، اینقدر که طلبات قانون میگوید نرخ بلیط های سامانیر دست نارس را پستر کنید. عین شهر در فیسبوک زیاد است، در حالی که بعضی از مشتریان شرکت‌های روسی میگویند بلیط سفر را با نرخ از 8 تا 12,000 سومانی خریدند. کاربر با نام کبیر صحرایی ادعا دارد که نرخ بلیط سامانیر از 10 تا 15,000 سومانی است. مسئولان شرکت در گذشته خرج بیشتر را سبب گرانی نرخ بلیط ها دانسته بودند. خواننده که نام خود را ذکر نکرده است از جامعه تاجیکستان خواسته است که با شکایت به سازمان بین المللی اویاسیون شهروندی برای ارزان کردن بلیط به سامان ایر فشار بیارند. او میگوید چرا نام سامان ایر را نمیگیرید؟ آنها چیپته را به چند پول میفروشند. باید زیایان ما با زبان آنها مراجعت کردن به سازمان‌های بین المللی و دولت‌های غربی را آغاز کنند و در این سمت فعال باشند. در این میان شخصی با نام مهردین فتایف گفته است مشکل در شرکت‌های روسی نیست، بلکه نقطه‌های فروش بلیط در تاجیکستان است. شرح او را از فیسبوک می‌خوانیم. از بلیط فروشی‌های روسیه می‌پرسی نرخ سفر دوشنبه مسکو 31,000 روبل است. در تاجیکستان می‌پرسی 50,000 روبل. همه را بلیط فروش ها و کسانی که با تجارت این ساحه مشغولند ویران کردند. جمشید صابرجانوف هم نقطه های بلیط فروشی را محلی فساد نامیده از مقامات انتظامی خواسته است که وضع را جدا نظارت کنند. او نوشته است برای معین نمودن این حالت ها به اصطلاح عقل زیاد در کار نیست. تا آخر ماه ایول به $500 بلیط نیست، اما برای 2-3 روز نزدیک به نرخ $800-900 بلیط هست. گروه دیگری کاربران به این نکته تاکید کردند که تاجیکستان هرچی زود یا مسئله بلیط پروازها را به روسیه حل کند و یا برای مردم در کشور جای کار بیافرد. هر سال صدها هزار کس برای کار از تاجیکستان به روسیه می روند و سال گذشته با سبب پاندمی کرونا ویروس اکثر آنها در کشور درمانده و درآمد خود را از دست دادند. نظر شما درباره این مشکل چی است؟ در وبسایت ما بنویسید و یا در ویدیو ثبت کنید و به ما بفرستید به شماره‌ای که می‌بینید. واتساپ و وایبر و تلگرام و ایما دارد. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.